خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. ابوالفضل عزیز، مطالب طنزت رسید، دست درد نکنه. امیدوارم که پاسخی هم که در همین رابطه برات فرستادیم رو دریافت کرده باشی. یحیی 2013 نوشته که آخوند مسجد محلمون سکته ناقص کرده بود، همه دماغ بودن میگفتن که این آقا چرا هیچ کاری رو کامل انجام نمیده. محسن مرتضی، مجید ساعتچی، جواد جمشیدی و فریبرز ممتحن از بابت مطالب و کلیپ هایی که فرستادیم مثل همیشه خیلی ممنونیم، خیلی استفاده کردیم، دستون درد نکنه. همینطور از عبدالله ممنونیم به خاطر کاریکاتورها و کارهای تصویری خوبی که برامون انجام داده و فرستاده. امیدوارم که بازم از این کارا برامون بتونی بفرستی. یاور از تهران، شعرهای زیبات رسید، امیدوارم که ارتباطت رو با ما هرچه بیشتر بکنی و خلاصه از این شعرهای قشنگت بیشتر بتونیم استفاده بکنیم. احد از تبریز فرمول تبدیل انسان به آخوند رو فرستاده و نوشته که انسان معمولی رو که بگیری فکرش رو ببندی دهنش رو باز بکنی میشه آخوند. دوست گرامی حاله از جورجیا نوشتن که آدما مثل عکس میمونن، اگه زیادی بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین. خانبابای عزیز، هم شعرهای طنزت هم کلیپ‌هایی که فرستادی و هم سایر مطالبت به دستمون رسیده. ماشاءالله به این همه ذوق و استعداد، امیدوارم که بتونیم به درستی از همه این کارهایی که برامون فرستادی استفاده بکنیم، هم تو خبر چنان که خودت اشاره کرده بودی و هم در سایر اجزای پیک شادی. علیرضا از شیراز نوشته که جشن تولد پسرم بود، جشن گرفته بودیم، همسایه بسیجیمون اومد گفت اینجا طویله است، گفتیم نه اشتباهی اومدی. از فرصت باقی موندم استفاده بکنم برای تشکر از دوستان عزیز پیک شادی، امیر، مهدی و ثریا به خاطر مجموعه طنزهای بسیار قوی که برامون ارسال کردین. حتما به شکل مناسب از اونها استفاده خواهیم کرد.